درود به شما، شب و روزگارتون خوش. خوشحال هستم که با لکسیون جدید در خدمتتون هستم. لکسیون ja 76 تاپ 100 دویچه وبن با 100 فعل تاپ آلمانی در خدمتتون هستم. فعل یازدهم لاسن. یک نکته بسیار مهم در مورد لاسن اول بگم. یکی از فعل‌هایی که در تمام سطوح مصرف میشه و در طول روز هم خیلی مصرف داره. بعد اگر داخل حالا واژه‌نامه نگاهی انداخته بشه می‌بینی که تقریبا 8 تا 9 تا معنی داره و خیلیش هم مصرف داره. منتها ساعت به ساعت باید توضیح داده بشه. لاسن گذشته ساده لیسن، هاب گلاسن. خب هاب گلاسن. لاس میشین رو یعنی راحتم بذار. Ich lasse meinen Anzug bügeln یعنی میدم کتمو اتو کنن. بچه ها این لاسن وقتی بعدش مستر اومد یعنی شما همون لفت انگلیسی دیگه، یعنی میدیدی کاری انجام بشه. مثلا به جای bügeln من میذارم رپاریرن. خب رپاریرن. به جای Anzug هم میذارم mein چی فقط، یعنی دوچرخه ها میدم چی تعمیر کنن. دوچرخه ها میدم تعمیر کنن. پس این ترکیب لاسه به علاوه مستر رو حواستون باشه. خب ich ließ یعنی دادم، meinen Anzug bügeln دادم که کتم رو اتو کنن. bügeln میشه اتو کردن. bügel میشه اتو کردن. ich habe meinen Anzug bügeln lassen. بچه وقتی با haben اووردید دیگه لاسه مثل فعل‌های دیگه نمیشه گلاسن. درسته من فعلش رو گذشته‌اش اینجوری نوشتم ولی این استثناست. من دادم کتم اتو کنن. خب stehen با هم haben هم sein گذشته میشه. گذشته سادش standen هست. دقت بفرمایید. ich stehe hier neben dem Fenster. من اینجا وای میستم کنار پنجره. ich stand من ایستادم کنار پنجره. ها خب من ایستادم کنار پنجره. ich bin oder ich habe hier gestanden. من اینجا ایستادم. حالا تفاوت این گذشته پارتیسیپ پرفکت و گذشته ساده رو بعدها بیشتر یاد خواهیم گرفت. finden fanden habe gefunden. بعد آکوزاتیو هم هست میبینید einen Tisch. خب habe gefunden. ich will meinen Schlüssel finden. من میخوام کلیدم رو پیدا کنم. حالا ich will مثلا zuerst مثلا میخوایم بریم سینما. نه من میخوام اول zuerst اول کلیدم رو پیدا کنم. این اس آلمانی است بچه ها. به این شکل نوشته شد. در سوئیس به این شکل می نویسند. خب به این شکل ما آلمانی می نویسیم. ich fand یعنی من پیدا کردم. ها من پیدا کردم چیمو؟ کلیدمو. به جای meinen Schlüssel میتونید ضمیرش رو بیارید. اینا رو دیگه میدونید قبلا کار کردیم. ich habe endlich بالاخره meinen Schlüssel gefunden. بالاخره کلیدمو پیدا کردم. فعل 14 bleiben بچه‌ها یعنی موندن. blieben گذشته سادهشه. bin geblieben گذشته پارتیسیپ پرفکتشه. موری نمیای؟ nein ich bleibe zu Hause. من تو خونه میمونم. حالا اینو بعدا میشه گسترش داد این جمله رو، یعنی من بهتره مثلا تو خونه بمونم. اینا رو بعدا یاد میگیریم. ich blieb تو خونه موندم. ich blieb zu Hause. ich bin zu Hause geblieben. تو خونه موندم. بچه لیگن یعنی دراز کشیدن. قرار دادن هم هست. ich liege in der Badewanne. خب منتها اینجا دقت کنید. از میخوام به معنی قرار دادن نیست، به معنی بودنه. خب منتها وقتی شما میگید ich liege یعنی من دراز کشیدم، یعنی هستم. حالت شماست. منتها حالت شما دراز کشیده است. in der Badewanne. خب in der Badewanne. ich lag دراز کشیده بودم. ich habe یا ich bin in der Badewanne gelegt. خب اونی که میشه گذاشتن میشه لیگن بچه ها. هایسن نامیدن. چرا من گذشتهش رو ننوشتم؟ من در این سالها یه بارم مصرف نکردم. خب میشه گهایسن گذشتهش میشه. من فقط نوشتم میشه ایش هایس زارا. بعد آکوزاتیو هم هست. خب بعد دنکن فکر کردن. بچه حرف اضافهش میشه چی؟ آن میشه. ich denke oder ich dachte an dich. من به تو فکر میکنم، به تو فکر میکردم. ich habe an dich gedacht. به تو فکر میکردم. nehmen
نامن میشه گذشتهش آکوزاتیو این فعل habe دقت کنید habe genommen ich nehme eine Tomate ich nahm eine Tomate من یه گوجه برمیدارم یه گوجه برداشتم ich habe einen Apfel genommen یه سیب برداشتم تون یعنی انجام دادم بچه تون من اون ماخن با ماخن یکیه تاتن گذشته سادشه habe آکوزاتیو هم هست das مثلا اون آکوزاتیو مفعول میتونه داس باشه مثلا ich habe das getan یعنی من کاری کردم من کردم ich habe das getan بعد میگه mein Hand پس این تون میشه کردن انجام دادن معنی دیگه رو دقت کنید meine Hand tut weh یعنی دست من درد میکنه meine Hand tat weh یعنی دستم درد میکرد دستم درد میکرد پس وهتون رو در نظر داشت بعضی وقتا با هم نوشته میشه این اتفاقا مثل اینکه یه فعل جدا شدنی باشه meine Hände haben weh getan دستای من درد میکرد خب بیایید پایینتر glauben یعنی باور داشتن بچه حرف اضافه هم داره آن هست ولی فعلا بدون حرف اضافه و داتیو من دارم آموزش میدم ich glaube oder glaubte nicht من باور نکردم مثلا ich glaubte مثلا die nicht ich glaube die nicht من تو رو باور نمیکنم یا نکردم حرف تو باور نمیکنم ich habe dir nicht geglaubt من تو رو باور نکردم halten بچه ها گذشته ساده hielten haben gehalten آکوزاتیو هست خب من ننوشتم اینو بنویسم ich halte یا hielt die Tasche من کیف رو نگه میدارم یا نگه داشتم خب ich habe die Tasche gehalten من کیف رو نگه داشتم خب دقت کنید nennen یعنی نامیدن آکوزاتیو habe genannt ich nenne zwei Beispiele یعنی من 2 مثال نام میبرم ذکر میکنم ذکر کردن بعد nannte من ننوشتم nannten گذشته سادشه به خاطر اینکه حالا من مصرفش رو بر اساس مصرفش من بعضی فعلا رو نوشتم بچه بعد genannt گذشته یه پارتیزی پرفکت باشه ich habe zwei Beispiele genannt یعنی 2 مثال گفتم mögen میبینید هیچیشو ننوشتم فقط نوشتم ich mag keine Zwiebel گذشتهش بچه میشه mochten اما یه نکته هم در مورد مختن بهتون بگم بعضی دوستان که تازه میان پیش من چون اینجا دیالکت صحبت میشه در سوئیس میگن مختن من بهشون میگم نباید بگن مختن باید بگن مختن خب مختن بچه ها گذشته موگن هست مثلا طرف میخواد بگه من میخوام آلمانی یاد بگیرم میگه ایخ مخته یعنی من میخواستم خب این بعد ملکه ذهنشون میشه و دیگه نمیتونن ترک کنن پس حواستون باشه مخته با مختن فرق داره mögen من دوست دارم بعد ich mag میشه ها نگید ich möge zeigen داتیو این فعل zeigten گذشته سادشه بعد ich habe gezeigt من مثالشون ننوشتم چرا خب اجازه بدید مثلا ich zeige dir مثلا چی mein Buch من کتابم رو به تو نشون میدم حالا من میخوام اینو گذشتهش کنم بگید ich zeigte مرسی الان گذشته شد من به تو کتابمو نشون دادم حالا میخوام گذشته پارتیزی پرفکتش کنم بگید ich چی habe ich habe به کی dir mein Buch چی بگید gezeigt ich habe dir mein Buch gezeigt من کتابمو به تو نشون دادم حالا کی ich habe dir gestern mein Buch gezeigt من دیروز کتابمو بهت نشون دادم خب führen بچه‌ها ببینید führen میشه هدایت کردن رهبری کردن ولی تابلوترین معنیش و ترجمهش در سطح A1 و A2 بیشتر با Gespräch führen میاد وقتی این führen با Gespräch بیاد یعنی یک مکالمه رو انجام دادن مثلا jetzt kann ich ja ich kann ein Gespräch auf Deutsch führen من میتونم یه گفتگو رو auf Deutsch به زبان آلمانی führen یا دیگه میشه انجام دادن
وقتی با گشپرخ میاد معنی انجام دادن میشه. منتها گشپرخ ها، البته شما زندگی رو هم میتونید führen بکنید. Ich möchte یا ich führe mein Leben am besten، یعنی من بهترین شکل زندگیمو اداره میکنم، زندگیمو جلو میبرم. خب خیلی چیزای دیگر هم میشه führen کرد. فعلا این با گشپرخ و لبن رو حفظ کنید. پس من اینجا مینویسم لبن. مثلا من از شما میپرسم kann man یعنی میتونه آدم kann man sein Leben زندگیشو in Deutschland gut führen، آدم میتونه تو آلمان خوب زندگی کنه؟ بعد شما میگید ja oder nicht. Ich führte gestern ein Gespräch. من دیروز گفتگو انجام دادم. Ich habe gestern ein Gespräch geführt. من دیروز گفتگو انجام دادم. شب روزگارتون خوش، براتون روزای خوبی آرزو دارم. تا دروس بعدی شما رو به خدای مهربون میسپارم. Tschüss allerseits. Tschüss.